مرگ، تو هر روز از خود درک می دهی. من درباره تو از وسایط اخبار عامه، خویش و تبار و یار و دوستانم می فهمم که چگونه آنها نزدیکانشان را به خاک می سپارند. چقدر انسانها را تو با سببهای گوناگون، جنگ، گرسنگی، بیماری، صدمه های نقلیاتی و غیر از میان میبری و ما تنها مشاهده میکنیم که چگونه آدمان و نزدیکان ما را تو با خود میبری و از دست ما چیزی نمی آید. مرگ، تو جزء جدا نشونده جان من شده ای، جانی که تو در وقت و ساعت معین کرده الله میگیری و تو آنی هستی که در موعد دیر نمی کنی و در وقت و ساعت معین شده به سراغ من می آیی. تو آنی هستی که برایت فرقی ندارد که من ثروتمندم یا کمبغل، زورم یا ضعیف، صحتمندم یا بیمار، دانایم و یا نادان. تنها تو آماده ای که من را آنگونه ای که هستم بپذیری. مرگ، تو به من نشان دادی که هیچ فرق میان بای و کمبغل نمیگذاری و آنهایی که به زیباگیشان می نازند در زیر خاک همان کرمهای می خورند که دیگران را خورده بودند. برای تو هیچ مشکلی نشد که ظالمان و مظلومان را، قهرمانهای ناترس و بزدلان را، دانشمندان بزرگ و جاهلان را به زیر یک خاک ببری. تو برایم اثبات کردی که این جسم من هیچ ارزشی ندارد. تنها و تنها عملهایم و نیتهایم ارزش و اهمیت دارند، چون که انسانهایی که به خاطر هوا و هوسشان زندگی کردند گمراه و ناکام شدند و آنهایی که به خاطر الله زندگی کردند و اعمال صالح را انجام دادند کامیابی و خوشبختی دنیا و آخرت را به دست آوردند. مرگ، با فهمیدن این که وقت و ساعت واخوری را با تو من معین نمی کنم و تو هر لحظه می توانی که به سراغم بیایی، با این مرا وادار ساختی که هر روز حیاتم را چون آخران روز زندگانی کنم. همچنین تو مرا وادار کردی که من هر لحظه حیاتم را غنیمت شمارده آن را در کارهای خیر و کارهایی که در دنیا و آخرت به دردم میخورد صرف نمایم و از کارهای بد و بیهوده و بی‌معنی که نه در دنیا و نه در آخرت فایده دارد دست بکشم. مرگ، برای چی در گذشته من از تو می ترسیدم؟ برای چی تو را نمی فهمیدم؟ برای چی پیغام هایی که می خواستی به من برسانی من درک نمی کردم؟ برای چی من نمی فهمیدم که تنها بعد از واخوری با تو و با شامل گشتن رحمت الله می توانم که در جنت با رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش و همچنین نزدیکانم که از دنیا رحلت کرده اند یک جایه باشم. مرگ، با گذشت هر روز من تو را خوبتر و خوبتر می فهمم و تو حیاتم را تغییر داده ای و با گرفتن جانهای دیگران به من پیغام می دهی که واخوریم روز تا روز نزدیکتر و نزدیکتر می شود و یگانه آرزوی من این است که به این واخوری من با دلی پر از ایمان و نفسی آرام و آمرزیده شده از جانب الله بیایم.